به نام خدا. این داستان را که الان نقل خواهم کرد در یک جا خوانده بودم. یک پادشاه روزی به حضور یک حکیم میرسد، دانشمند. از او نصیحت میخواهد. عرض میکند ای حکیم، یک مدتی است که مردم ما آبی آشامیدنی و مورد نیاز خود را از کشور همسایه تأمین میکنند و آنجا میروند هر روز برای آب. من از این نگرانم که این کشور همسایه که با ما میانه خوبی ندارد و اصطلاح دشمن ماست، یک روز از این وضع سوء استفاده کند، از این رفت و آمدهای مردم به کشورش و قلمروش سوء استفاده کند و آنها را علیه ما بشوراند. پادشاه ادامه داد که من بارها به کارگزارانم گفتم، دستور دادم که شما مانعی رفتن مردم به این کشور شویتان. بگذار مردم آبشان را، آب مورد نیازشان را از کشور خودمان تأمین کنند. چه نیازی هست به آنجا بروند؟ اما فایده ای نداشت. مردم هنوز هم که هنوز برای آب آنجا می روند. تو حالا حکیمی دانشمندی یک راه حل نشان بده، چاره‌ای برای ما بیندیش، چیکار کنیم؟ حکیم هم در پاسخ گفت که خب این خیلی ساده است سرورم. آیا شما میدانید که مردم از روی ناچاری دست به این کار زده اند؟ آیا جناب شما خبر دارید که مردم از استفاده از چاه‌های دربار محروم شده اند؟ کارگزاران شما نمیگذارند که مردم از آبهای چاه، از چاه‌های دربار استفاده کنند. فقط خودشان بهره می‌جویند. فقط به نزدیکان و خویشان و اقربای خود اجازه می‌دهند که از این آبها استفاده کنند. دیگران از همان آبهای جویبار و اینها استفاده میکنند که آبهای لایآلود است. آیا اینها را میدانید؟ آیا شما میدانید که مردم به خاطر همین محرومیت، همین محروم کرده شدن از استفاده از این چاه‌های دربار و در نتیجه اون استعمال از آن آبهای گندیده و لایآلود گرفتار مریضی‌های شده‌اند؟ آیا شما از اینها خبر داشتید؟ مردم ناچارند از آن آب بخورند. پس توصیه من و شما این است سرورم که شما بیایید برای مردم این چاه‌ها را باز کنید و کارگزاران خود هشدار دهید که دیگر مردم را از استفاده از این آب محروم نکنند. اگر لازم شد جناب شما چاه‌های را بکنید برای مردم، مثل همین کشور همسایه، تا مردم به آن کشور نروند و به قول شما مورد سوء استفاده قرار نگیرند. خب این کارها را بکنید، دیگر مشکل نخواهیم داشت. راهی پیشگیریش همین است. خب این که من امروز برنامه این هفته آنسوی خبرها را با این نقل این داستان شروع کردم به حکمت نبود. اخیراً جناب سیدمؤمن یتیموف، رئیس محترم کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، یک مقاله نوشته بودند تحت عنوان ایدئولوژی و منفعت ملی. در روزنامه جمهوریت نشر شده بود این. و در این مقاله خود جناب یتیموف به پدیده انقلاب‌های رنگی اشاره کرده و از پیامدهای به قول ایشان ناگواری آن مردم را هشدار دادند. حالا من در این برنامه کوتاه نمیخواهم همه آن مقاله عریض و طویل جناب یتیموف را برای شما قرائت کنم. شاید عزیزان خوانده هم باشید. یکی دو نکته هست که اجازه بدهید به آن اشاره کنم. نکته اول این: جناب یتیموف در این مقاله خود از جمله اشاره کرده است که یک سیستمی مکمل از بیرون همه توصیه‌های لازم برای انجام انقلاب‌های رنگه را از نقطه اول تا خطی
مره یعنی خط آخر دارد که کیها باید مبارزی آزادی و عدالت باشند، روحانی معروف و ارباب شناخته جمعیتی کی باشد، وطن پرستی به اصطلاح ایشان دروغین کی باشد، در کدام نقاب جای داده شود، راههای تفسیر رویدادها جهتی بیشتر نمودن جذابیت آنها نشان داده شود و بعد سپس با عنوان نمونه رویدادهای بعضی از کشورها را مورد اشاره خود قرار داده، میگویند که با نام اینها را با عبارتهای خیلی جذاب از قبیل بهار عربی و انقلاب صدبرگ‌ها و انقلاب لاله ها و غیره یافته‌اند. خلاص اینها همه از بیرون با یک هدف مشخص هدایت می شدند. بعد اشاره هم میکنند که این گروه های داخلی که گویا بازیچه دست اینها قرار میگیرند اساساً از خارج هدایت و تأمین مالی میشوند، میکوشند منفعت های ناپاک و خودخواهانه خود را همچون آرمان های ملی وانمود کنند. چون این ظهورات شکلاً ایدئولوژی ولی ماهیتاً سیاسی ناگزیر به بی سر و سامانی و بی ترتیبی ها آورده میرساند و غیره. به همین معناست، یعنی مقاله جناب یتیموف به همین معناست. من چند ملاحظه دارم به این مقاله. ببینید جناب یتیموف در این مقاله عریض و طویل خود به همه چیز اشاره کرده است، یعنی چیزی را فروگذار نکرده، اما مسئله اساسی و مهم را فراموش کرده اند که خیلی مسئله کلیدی هم همون است در این گونه موارد، و آن این که این سوال را باید مطرح کرد به جناب آقای یتیموف، جناب سیمومین یتیموف، آیا در هر کشوری اگر کسی برنامه‌ای داشت، مثلا یک کشوری با هدفی بعد مثلا پلید یک برنامه‌ای داشت، آیا او در همه کشورها میتواند این هدفش را پیاده کند، به اصطلاح انقلاب و از این حرفها را اندازد؟ آیا مثلا در شویتسیا میتوانند انقلاب رنگی را اندازند، مردم را بشورانند مثلا؟ یا در نروژ میتوانند این کار را انجام بدهند؟ یا در مثلا دانمارک، دانیا میتوانند انقلاب رنگی را اندازند؟ یا اینکه نه، اگر همچنین فرضیه شما درست هم باشد، فقط میتوانند در کشورهای به هدفشان برسند که در داخل آن کشورها زمینه ها فراهم است برای بروزشون این کارها، برای بروز انقلاب اینها. ببینید مثلا اخیراً در مصر همین 2-3 سال پیش اگر انقلاب راه انداخته شد، انقلاب شد، میدونید چرا؟ به این خاطر بود که در آنجا یک خودکامه و یک دیکتاتور به نام حسنی مبارک حدودی 30 سال بود که در رأس هرم قدرت قرار داشت. ثروت کشور را، منابع کشورش را بین فرزندان و اقربا و خویشان و نزدیکان توزیع کرده بود. حتی چون پیر بود، پسرش را، جمال مبارک را برای جانشینی خود آماده میکرد. یا اگر در تونس انقلاب رخ داد، خب میدانید چرا؟ برای اینکه در آنجا بن علی وجود داشت که وضعش شبیه همین وضع حسنی مبارک بود. اگر در لیبی انقلاب شد، میدانید چرا؟ به این خاطر که آنجا یک دیکتاتور، یک خودکامه، یک ستمگر به نام معمر قذافی حکومت میکرد که هیچ خط قرمز را نمیشناخت، همه چی برای وی مباح بود. خب چرا اینها رو فراموش کردید؟ همه‌اش درباره عوامل خارجی و بیگانه ها این کار را میکنند. و ببینید من باز تکرار میکنم، من اصلا این
نظریه و این توطئه پنداری ها رو قبول ندارم. خب اینا همش برای فرار و جلو است، برای گریز است. اما حالا برفرض اگر قبول کنیم، آیا در همه کشورها میتوانند این کارها رو پیاده کنند، موفق شوند، یا فقط در همین گونه کشورها؟ ببینید تاجیکستانی ما فرقی هم دارد از این کشورهای نام برده. 20 چند ساله است که ما یک تا حاکم داریم. مردم شاید خسته شدند از دیدن چهره او. خب شاید بگویید که خب این 20 چند سال اگر ایشان حاکم است، رئیس جمهور است، با رأی مردم آمده است. خب پاسخش این، مگر مبارک با رأی کی آمده بود؟ او هم با رأی مردم آمده بود. این رأی بازی ها را همه میدانند. حتی اگر پسرش را هم برای جانشینی خود آماده میکرد، خب اون هم میخواست با رأی مردم بیاورد، نه اینکه حالا تحمیل کند. البته رأی مردم در داخل ناخنک. چرا اینها از قلم جناب عالی افتاد، از قلم شما افتاد، یادآور نشدید؟ همه اش از بیرون و از اینها گفتید. شایسته بود و اینها هم اشاره کنید، برای آنکه در کشور ما یک همچنین مصیبت مثلا رخ ندهد، شما به این نکته هم اشاره میکردید که خب تا برطرف شوند. اگر ادعا داریم دموکراتیک از کشوری ما، باید واقعا دموکراتیک باشد. اگر ادعا داریم که آزادیم، باید آزادی باشد. اینکه یک نفر را به خاطر فقط یک موضع، به خاطر یک اینکه گفت من میخوام یک حزب سیاسی راه اندازم، 26 سال راهی زندان بکنند، خب این چی؟ اینها زمینه ها را فراهم نمی‌کند، زمینه ها را با وجود نمی‌آورد. حتی اگر قبول کنیم که بیگانه ها مثلا انقلاب راه میاندازند، خب شما این کارا را متوقف کنید، دست بردارید، خب اون وقت هیچ کسی هیچ کار کرده نمیتواند، چون مردم گوش نمیکنن به اونها. اما اگر شما بهانه تید دستی به دستی بیگانه ها، مثلا حالا اگر قبول کنیم این فرضیه توطئه پنداری ها را، شما که بهانه میدهید، شما کاری را میکنید که خب هدف آنها را تامین میکند. شما اینها را باید میگفتید. این هاست عامل های اساسی بروز این انقلاب ها. خب نکته دوم که میخوام اشاره کنم که جناب سیمامین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی کشورمان به آن در مقاله خود اشاره کردند، مربوط به دین می شود. ایشان از جمله در این مقالهشان گفتند که سیاسی کردن احکام دینی هم با یک آلت دیگری تحمیل خواستهای بازیگران ژئوپلیتیکی تبدیل شده است. بعد در جای هم میگویند، یعنی مثلا گویا که این بیگانه ها برای که به اهدافشان برسند لیدرهای دینی را درست میکنند و آنها را بزرگ میکنند. مثلا میگوید با مقصد ارزشناک نشان دادن این سیاست، خادمان جداگانه برای خواندن لکسیه ها و دانشگاه معروف غرب دعوت میشوند، حالان که در وطنشان آنها را برای در سخنرانی هایشان نبودنی معنی و منطق درستی بیان حتی هم پیشگانشان گوش نمی کنند. این اقتباس از کلام جناب سیمامین یتیموف. ببینید جناب آقای یتیموف، ماهیت سیاسی داشتن دینی ما را نه کسی تحمیل کرده است، نه بیگانه برای ما این را یاد داده است، بلکه اگر بخواهید بدانید که دینی ما ماهیت سیاسی دارد یا نه، خب کافی است به منابع این دین قرآن و سنت مراجعه کنید. حالا اگر خودتان به صورت مستقل نمیتوانید با کارشناسان مسائل دینی این مسئله را به میان گذارید که چی بگویند، نظرشان چیست که آیا دینی ما ماهیتاً در ماهیت سیاسی دارد یا نه، این که کاری سخت است. خب حالا برفرض قبول کردیم که دین نباید
دخالت کند در امور دولتی، یا به قول شما احکام دینی سیاسی کرده نشوند. خیلی خوب. البته با این که من این قبول ندارم، حالا برفرض حرف شما را بپذیریم، آیا شما واقعا در این ادعا صادق هستید؟ یعنی قبول دارید که دولت نباید به دین و کار دینداران دخالت نکند؟ شما خودتون این را قبول دارید؟ چون دولت ما دولت دنیوی است و به اصطلاح سکولار است که خب باید دین از دولت جدا باشد، اینها با هم در کار یکدیگر دخالت نکنند. خیلی خوب، شما همین را میخواهید، ادعای شما همین است. خب آیا شما خودتون قبول دارید این را؟ آیا میپذیرید دولتی ما نباید به کار دینداران دخالت کند؟ آیا قبول دارید که دولتی ما نباید به دینداران سمت و سو بدهد؟ راهشان را ترسیم کند برای آنها، با امام خطیب ها را به دلخواهش مثلا انتخاب، اینا میپذیرید؟ نکند، نگوید به آنها که تو مثلا این را گو، نباید به این مسئله بپردازی، بحثت باید این باشد در نماز جمعه. آیا واقعا صادق هستید در همین ادعا که نباید ما دین را سیاست زده کنیم؟ ما ببینید، ما اینم از یک طرف ادعای شما، از یک طرف میبینیم دولت ما در دین دخالت میکند، دخالتی به حد افراط. حالا فقط مانده است که رئیس جمهوری محترم ما اعلام کنند که مفتی هستند یا قاضی هستند. باور کنید بر همه چیز. بعد هر وقت دلش خواست این مسجد را میبندد، مثلا چون خوشش نمی آید، چون این مسجد فرض بفرمایید مسائل را مطرح میکند که مورد خوشایند دولت نیست، یا خواست این داملا را، این ملا را، این عالم را دهنش را میبندد و فقط اجازه میدهد که فلان روحانی فقط اجازه فعالیت داشته باشد و منبر داشته باشد. خب اینها دخالت نیستند؟ یک لطیفه هست، میگویند افندی یک روز رفت منزل همسایه‌اش، خروس او رو دزدید. بعد خب برای اینکه معلوم نشود این خروس رو در بغلش پنهان کرد زیر لباسشو و بیرون می آمد که اتفاقا همسایه روبرو شد، آمد اونها هم، چون دم این خروس بیرون از لباس پیراهنی جناب افندی بود. گفت که افندی چرا این خروسی ما رو میدزدی؟ تو دزدیدی؟ افندی هم که متوجه نبود که این دم خروس نمایان است، گفت که والله بالله من به خدا سوگند من خروس ندزدیدم. همسایه هم گفت که خب عجب، من به این قسمت باور کنم یا به این دم خروس؟ ببینید این دولتی ما که از سرتاپای دین با اون دخالت میکند، هیچ چیزی را نمیگذارد که دین خودش با راه خودش برود، اون وقت ادعا میکنید که دین نباید سیاست زده شود. خب این ادعا به نظر نمیرسد چندان صادق باشید در این ادعای خود جناب یتیموف. اگر واقعا صادق هستید، خب دین را از سیاست واقعا نه در کلام فقط جدا کنید، دخالت نکنید، نه در کار مفتیات و شورای علما، نه اونها هم اون وقت دخالت نکنند. درست مثل زمانی شوروی. حالا با همون زمانی شوروی با اینکه خیلی بر دین و دینداران فشار می آمد، اما دولت تا حدودی دخالت نمی کرد. شما اونایی که زمان شوروی را درک کردن میدونند که انتخاب امام خطیب ها بر عهده خود قاضیات و مفتیات اداره دینی بود. دولت دخالت نمی کرد، کاری نداشت که چه کسی را اونجا امام خطیب تعیین میکند، قاضی دولت، مفتی مثلا کشور. خب لااقل مثل همون باشتن. اما امروز وضع همین خیلی است. باید ما در ادعای خود صادق باشیم، اول خودمان عمل کنیم.
بعد حق داریم بگوییم به دیگران که این کار را کن یا این کار را نکن. و اما این سخنی جناب سیمومین یتیموف که با مقصدی نمیدونم ارزشناک نشان دادن این سیاست خادمانی جداگانه برای خواندن لکسیه ها به دانشگاه های معروف غرب دعوت میشن، حالا که در وطنشان کسی به سخنهای آنها گوش نمیکنه چون سخنهایشان به منطق هستند و نمیدونم معنی ندارند و اینها. این واقعا از جناب یتیموف بعید بود. یعنی من خودم انتظارش رو نداشتم. ببینید البته معلوم است ایشون به چه کسی میخواد اشاره کند با این حرف. عجیب است این. آیا سخنرانی یک دانشمند و یک عالم تاجیکی در یک دانشگاه کشور غربی مایه افتخاری ما نیست؟ نباید ما با این افتخار کنیم؟ حتی اگر مخالف شما در سیاست باشد، در اندیشه باشد، اما چون هم کشوری شماست، هم وطنی شماست، شما باید افتخار کنید. نه اینکه مثل یک فابریک جواب که امروز در فیسبوک فعالند با او این گونه برخورد شود، مثل یک انسانی حسود. یعنی چی؟ در کشوری ما کسی به او گوش نمیدهد چون سخنانش خالی از معنی هستند. از یک انسان مثل شما انتظار همین حرف و همین موضع‌گیری درباره یک شخصیتی محترم، یک شخصیتی ارجمند که خب حالا در سیاست شاید مخالفی باشد با شما، اما نباید این گونه برخورد کند انسان. هر کسی هر شخصیت محترم است. اگر ایشان رفت از ایشان دعوت شده است در یگان دانشگاه کشورهای غربی تا سخنرانی کند، بدونید برای چی؟ نه برای اینکه اینها میخوان شخصیت سازند، بلکه ایشان حرفهای برای گفتن دارد. غربی ها تا این حد احمق نیستند که پای شخصی بشینند که اصلا حرفهایش منطق نداشته باشد و به قول شما بی‌معنی باشد. نه، چنین نیست. این شما هستید که نشناختید، به قدری هم میهنان خود، فرزندان خود نمیرسید. ما نباید چنین برخورد داشته باشیم. خب من نمیخوام برنامه رو بیش از این طولانی تر کنم. خلاصه سخنان بنده در برنامه این هفته آنسوی خبرها این است که ما پیش از این که دنبال بیگانه ها رویم، عیب رو در اونها ببینیم گریبان خودمون رو بکنیم که آیا عیبی نداریم؟ آیا ما کاری نمی کنیم که فردا سبب شود که مردم علیه ما بپا خیزند، علیه ما بشورند؟ اینها را برطرف کنیم. سلامت باشید.